هواپیمایی در حال سقوط بود و یک چتر نجات کم بود. بنابراین یک نفر باید فداکاری میکرد. رونالدو یک چتر برداشت و گفت من بهترین فوتبالیست جهان هستم و باید نجات پیدا کنم. این را گفت و پرید. براد پیت هم یک چتر دیگر برداشت و گفت من محبوب ترین هنرپیشه جهان هستم و باید نجات پیدا کنم و پرید. حسن روحانی هم یک چتر برداشت و گفت من باهوشترین رئیس جمهور دنیا هستم و مشکلات را 100 روزه حل می کنم. باید نجات پیدا کنم. این را گفت و پرید. فقط 2 نفر در هواپیما مانده بودند. یک پسر بچه 9 ساله و دکتر فوق تخصص مغز. دکتر گفت فرزندم من عمر خودم را کردم و آینده پیش روی تو است. بیا این چتر را بردار و خودت را نجات بده. پسر بچه گفت احتیاجی نیست. اون آقاه که می گفت باهوشترین رئیس جمهور دنیاست با کوله پشتی مدرسه من پرید بیرون. علا برکت الله.